روزی مردی عطار در محل کسب خود مشغول به کار بود که درویشی از آنجا گذر کرد. درویش مسئلتی کرد و عطار همچنان به کار خود می پرداخت و او را نادیده می گرفت. دل درویش از این رویداد چرکین شد و به عطار گفت: تو که تا این حد به زندگی دنیوی وابسته ای، چگونه می خواهی روزی جان بدهی؟ عطار به درویش گفت: تو چگونه جان خواهی داد؟ من هم به همان صورت. عطار وقتی این را می گفت لبخندی به لب داشت و یکی شمردن نوع مرگ خیش و درویش را نوعی تواضع می پنداشت. درویش در همان حال کاسه چوبین خود را بر زیر سر نهاد و با گفتن کلمه الله جان به جان آفرین تسلیم کرد. این رویداد مثل آب در خوابگاه مورچگان ذهن و ضمیر مرد دکاندار را بر هم ریخت و اثری ژرف بر نهاد او نهاد، چنان که طبیب و عطار این قصه به طریقت عرفا درآمد و جزو سرآمدترین شاعران و عارفان تاریخ شد. نام پشت جلد او محمد بود. نام پشت جلد یعنی همان اسم کودک که هنگام تولدش پشت جلد قرآن خانوادگی می نوشتند و معادل نام سجل یا همان نام شناسنامه امروز است. دوستان و دیگران اما او را فرید صدا می کردند. فریدالدین. و گذشته از تمام این اسامی و القاب رنگارنگ، امروز مردم ما و تمام معنادوستان جهان او را به نام عطار نیشابوری می شناسند. عطار معنا کننده دوباره مفهوم سیمرغ بود. سیمرغ در افسانه های کهن ایران پرنده ماورایی بود که در مواقع لزوم به کمک والانژادان ایران می آمد، به مدد رستم دستان در شاهنامه حکیم فردوسی، و این تعبیری اشرافی از کهن الگوها بود. اما سیمرغ را عطار طور دیگری معنا کرد. پرندگان بسیاری به تکاپوی جستجوی شاهنشاهشان میافتند. آنها دنبال منجی خود در میان یکی از والانژادان هستند، همانطور که در شاهنامه فردوسی چنین بود. این پرندگان به سمت کوه قاف که مأوای سیمرغ است عزیمت کردند، اما در اواسط راه هر کدام به دلیلی از ادامه مسیر منصرف شده و از جمع بریدند. در این میان هدهد راهنما و پیر طریقت مرغان است. او در راه قصه میگوید تا پرندگان را از بریدن و جدا شدن منصرف کند، اما نه قصه های حماسی از منجیگری و عظمت والانژادان آنچنان که شاهنامه ها میگفتند. هدهد با روایت داستان شیخ صنعان مابقی مرغان را به ادامه راه وامی داشت. داستانی با زیرلایه‌ای عرفانی. در انتها تنها 30 مرغ باقی ماندند که معلوم می شود سیمرغ همینها هستند. سیمرغ خود ماییم اگر کم نیاوریم و تا آخر مسیر بمانیم. عرفان عطار نه عزلت گزیدن و صوفی منشانه بود، بلکه در اجتماع و اجماع معنا می‌یافت. نه والانژادی و اشرافیت را می‌پذیرفت، بلکه در وجود افراد عادی اما با اراده تجلی پیدا می‌کرد. این ایده خیلی از زمانش جلوتر بود. این پرندگان باید 7 مرحله را برای رسیدن به قاف و تبدیل شدن به سیمرغ می‌پیمودند. وادی اول طلب، وادی دوم عشق، وادی سوم معرفت، وادی چهارم استغنا بی‌نیازی، وادی پنجم توحید، وادی ششم حیرت، وادی هفتم فقر و فنا. و پر واضح است که این وادی‌های 7گانه قرار است جای 7 خان رستم را بگیرند. منطق الطیر عطار نیشابوری بر همین اساس عبور از مرحله‌ای بسیار طبقاتی در تاریخ ایران و فصلی نو در تفکر این مردم بود. وادی‌های 7گانه عطار به 7 شهر عشق معروفند و مولوی هم درباره او میگوید: 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. عطار که داروسازی و داروشناسی را از پدرش آموخته بود، در عرفان مرید شیخ یا سلسله خاصی از مشایخ تصوف نشد. او به کار عطاری و درمان بیماران می پرداخت و علاقه‌ای به مدرسه و خانقاه نشان نمیداد و دوست داشت راه عرفان را از داروخانه پیدا کند. علاوه بر این، شغل عطاری خودش عامل بی‌نیازی و بی‌رغبتی عطار به مطبوعی برای پادشاهان شد. زندگی او به تنظیم اشعار بسیار گذشت، از جمله 4 منظومه علاوه بر دیوان اشعار و مجموعه رباعیاتش مختارنامه. آوازه شعر عطار در روزگار حیاتش از نیشابور و خراسان گذشت و به نواحی غربی ایران رسید.
اسنادی هم در دست است که نشان می‌دهد حلقه درس‌های عرفانی عطار در نیشابور بسیار گرم و پرشور بوده است و بسیاری از بزرگان عصر در آنها حاضر می‌شدند. عطار را مغولان کشتند. آنها اول او را اسیر کردند و تاجری با سرمایه فراوان پیش مغول‌ها آمد و گفت من حاضرم این مرد را با این سرمایه هنگفت خریداری و آزاد کنم. عطار نپذیرفت و گفت کسی خواهد آمد و مرا با بهایی بیشتر از سرمایه تو خواهد خرید. پس مغولان او را نفروختند و صبر کردند تا اینکه پیرمردی آمد و گفت حاضر است عطار را با یک گونی کاه عوض کند. در آن هنگام عطار گفت به خدا قسم که بیشتر از یک گونی کاه ارزش ندارم. در این هنگام یک سرباز مغول که از نفروختن عطار به آن تاجر پشیمان بود خشمگین شد و ضربه‌ای بر عطار زد و عطار جان به جان آفرین تسلیم کرد. منطق الطیر این اثر بزرگ عطار نیشابوری به زبانهای اروپایی هم ترجمه شده است و همچنین ژان کلود کریر نمایشنامه نویس مشهور فرانسوی با همکاری پیتر بروک یکی از مشهورترین کارگردانان تئاتر بریتانیا نمایشنامه‌ای بر اساس منطق الطیر نوشتند که در چندین شهر جهان به روی صحنه رفته است. 25 فروردین ماه روز ملی عطار نیشابوری است.